امتحانی که جمع نوز نیا به دنیا. این حرفای دخترای امروزیه. ما پسرها دم شدیم قهقهه میزدیم. حالا شمایی که دارین نره میزنین میگین ما 19 شدیم ما چی بگیم؟ اصلا دختر با پسر فرقشون نمیفهمم. فقط فرقشونه میفهمم که دختر گریه‌ترن، پسر شجاع‌ترن. همین فقط میدونم بس. بعدش همه میگن درسای نوبته. خب درسای نوبته ما فقط دنبال جنگیم که به شما چه ربطی داره؟ الان صبر کن. دختر چیکار برای مملکت ما کردن؟ نگاه کن. پولدارترین آدم دنیا مرد بودن. این هیچ. لامپو کی اختراع کرد؟ مرد. پلیس کی بود؟ اولین پلیس کی بود؟ مرد. رئیس جمهور کی بود؟ مرد. خب چه کارایی زنا کردن؟ بعدش اینا به ما میگن ای شما اصلا برای مملکت ما فقط شما میخورین و میخوابین و همین. آقا مادر من اگر ما میخوریم و میخوابیم شما هیچ کاری برای مملکت ما نکردید.